بعضا مراجعان از سردی احساسی، بی‌حوصلگی، بی‌میلی، نداشتن یک آرزو و رویا برای زندگی مشترک، بعضا بی‌قدری شکایت میکنن. از این بابت و از این حالت ناراحت هستند. معمولا این موارد را که ما نسبت به همسر بی‌احساس شدیم، از زندگی خسته شدیم، همه چیز بی مفهوم، بی معنی و بی خاصیت شده حرف میزنم. سلام دوست عزیز، با پادکستی هفته خوش آمدین. در پادکستی هفته روی خستگی عاطفی در خانواده بحث و صحبت داریم. این خستگی چی است؟ چی پیامدی در زندگی زناشویی داره؟ آیا شما هم احساس میکنین که دچار خستگی عاطفی و یا امثال هم نشانه هایی را که اشاره کردم هستین یا خیر؟ روی مسئله بیشتر بحث خواهد کرده. خستگی عاطفی معمولا در خانواده به او وضعیت و حالتی گفته میشه که فرد از این که متواتر از نظر احساسی مورد فشار قرار گرفته، مورد اذیت قرار گرفته، مورد نامهربانی قرار گرفته و ای که فرد متواتر زیر فشار بوده، همواره با ناملایمات ذهنی، عاطفی و روانی روبرو شده، دچار شده، ولی در همی وقت و همی زمان متاسفانه از هیچ آدرسی، علل خصوص خانواده، مشخصا همسر، مورد حمایت، مورد لطف، مورد همدلی قرار نگرفته. این کار یعنی این حمایت که متواتر انجام نشده، متواتر بیمیلی شده، بیمهری شده، از نظر عاطفی فرد حمایت نشده، حالا این فرد به یک شکل از اشکال دچار فرسودگی، خستگی و حالت بی‌عاطفگی میشه. این دیگه، این وضعیت، این حالت دیگه برای فرد عادی میشه. حس نداره از خود، به یک شکل بی حوصله، بی احساس، بی میل و بی رغبت میشه. علل خصوص از نظر عاطفی. اینمی حالت و اینمی وضعیت وقتی در فرد ایجاد میشه، ما در روانشناسی به این وضعیت خستگی و فرسودگی عاطفی در خانواده میگیم. این پدیده معمولا در خانواده ها زمان رخ میده و یا زمان به وجود میاد که فرد یا عضو خانواده یا در رابطه زناشویی یکی از طرفین سالها به تکرار مورد بیمیلی و بی‌عاطفگی قرار بگیره. یعنی فرد بعضا دچار مشکلات میشه، فشار سرش میاد از نظر مالی، از نظر اجتماعی، از نظر درسی، ولی از طرف یا خانواده هیچ حمایت، همکاری، همدلی صورت نمیگیره و این نبود و عدم حمایت و همدلی و همکاری سالها، ماها و روزها طول بکشه، به شکل از اشکال تکرار شوه، یا بنابر دلایل مجبوریت یا بنابر محرومیت، مشکلات اقتصادی، جنگ، مهاجرت و یا هر موردی که است، وقتی این بیمیلی ها مکرر، این بی‌عاطفگی مکرر، بی‌احساسی مکرر انجام میشه، معمولا این پدیده در خانواده رشد میکنه و فرد بی‌احساس میشه و از نظر عاطفی خسته میشه. میل، علاقه، جوش، علامه از محبت، مهربانی خودش هم نمیتونه از خود نشان بده و این دلیلش است که بیشتر خسته شده، بیشتر فرسوده شده و اینمی فرسودگی و اینمی خستگی ما معمولا خستگی عاطفی مینامیم. تحقیقات گوناگون نشان میده که این خستگی ها و یا این فرسودگی ها معمولا به درجات از درجه در خانواده ها وجود داره. مثلا
45% از همسران معمولا بعد از اینکه از ازدواجشان چند سال میگذره، چند سال تیر میشه، به خصوص بعضا احتیاط را هم مراعات نمیکنه و معمول تنوع هم در زندگی نمیره و به خصوص زمانی که متوجه نیاز عاطفی طرفین هم نمیشه، در این خانواده های خستگی به درجات دیده شده. تحقیقات میگه که این خستگی عاطفی در خانواده هایی که مشکلات اقتصادی داشته یا داره تقریبا 60% بوده. یعنی او خانواده ها بیشتر از این ناحیه دچار خستگی میشه و بیشتر از این ناحیه تعاملات عاطفی و یا کشش ها و جذابیت های عاطفی در زندگی زناشویی و یا بگویم خانواده از دست میده. در جوامع شبیه به افغانستان و یا بگویم در افغانستان ما، این فرسودگی یا خستگی عاطفی نظر به عدم حمایت خانواده ها از خانم ها و مادران در خانواده ها بالا تصور میشه و ما که تجربه داریم معمولا دیدیم در خانواده ها از زنان زیاد حمایت نمیشه. زنان و خانم ها معمولا موارد الطاف و حمایت و همدلی قرار نمیگیره و این متاسفانه ساختارهای خانوادگی با خصوص خانواده های کلان در افغانستان بیشتر بر اساس کار، بر اساس زحمت، بر اساس آشپزی و جارو کردن و کار باید انجام بدی، نوبت خود باید انجام بدی و امثال موارد نقش گذاری میشه و در این قسم موارد معمولا به عنوان یک خدمه و کارگر دیده میشه تا ای که حمایت عاطفی دریافت بکنه یا محبت شوه یا حمایت شوه یا همدلی به اونا صورت بگیره یا به شکل از اشکال وقت ناوقت از اونا از نیازهای عاطفیشان تجلیل شوه یا به حمایت‌های عاطفی و یا نیازهای عاطفی اونا رسیدگی شود. من تصور میکنم که وضعیت نظر به هر جامعه در کشور ما بیشتر است و اگرم تحقیق درستی و همه جانبه در جاهای مختلف از افغانستان انجام شود، نتایج بسیار ناراحت کننده و شوکه کننده خواهد داشت. متاسفانه خستگی عاطفی تأثیرات نامطلوب زیادی از نظر روانشناختی داره. اولین تأثیر و یا پیامد منفی که برش میشه اشاره کرد، کاهش صمیمیت در بین خانم و شوهر و اعضای خانواده است. یعنی اعضای خانواده از این که حمایت عاطفی دریافت نمیکنه، متواتر مورد بی‌لطفی و بی‌مهری قرار گرفته، دیگه در بینشان صمیمیت نیست. دومین پیامد احساس تنهایی است. در خستگی عاطفی هرچند که شما خانواده دارین، اعضای زیادی در خانواده شما جمع شده، پدرتان است، مادرتان است، خانمتان است یا شوهرتان است، اولادایتان است، یعنی شما میبینین که دور و بغلتان پر است، افراد و اشخاص زیادی به عنوان اعضای خانوادهتان کنارتان است، اما شما احساس تنهایی میکنین. این اثر از خستگی عاطفی است که به شکل متواتر انجام شده و شما امروز تنها هستین یا بگویم احساس تنهایی میکنین. پیامد سومی که میشه برش اشاره کرد، تحریک پذیری، زودرنجی و بگومگو است یا زود در صحبت ها زودرنج شدن است. ما مراجعان زیادی داریم که با اندکترین حرف و سخن و مورد از خشوع، از همسر، از زن، از اولاد، از فرزند ناراحت میشه، زودرنج میشه، زود تحریک میشه، زود حساسیت نشان میده، زود بی‌حوصله میشه، زود به جنگ میره و این وضعیت در بسیاری از خانواده ها دیده میشه. اینمی وضعیت را ما باور ما است که یکی از پیامدهای خستگی عاطفی در زناشویی و یا بگویم خانواده است. پیامد چهارمی را که میشه برش اشاره کرد، احساس پوچی و بی‌ارزشی است.
فرد ازدواج میکنه، فرد تحصیلات عالی میکنه، فرد صاحب فرزند میشه، فرد صاحب پول، جایداد و خانه و آرگاه و بارگاه به اصطلاح میشه، اما هنوز هم احساس پوچ و بیارزش داره. همه از موارد پیرامونش است، هم مادیات هم معنویات، اما حسش پوچ است، چون از نظر عاطفی احساس خلا میکنه، یا بگوییم از نظر عاطفی خالی است، از نظر عاطفی اشباع نشده، از نظر عاطفی به نیازهایش رسیدگی نشده و این عدم رسیدگی به نیازهای عاطفی مکرر انجام شده و اینقدر زیاد شده، اینقدر تکرار شده که این فرد دیگه دچار فرسودگی و خستگی عاطفی شده. پیامد پنجمش احساس کاهش اعتماد به نفس به عنوان یک پدر یا مادر در خانواده است. ما در مراجعان زیاده در افغانستان متوجه شدیم که یک شخص، یک زن، یک مرد، یک آقا، یک خانم به جلسه حضور یافته، صاحب اولاد است، صاحب خانواده است، ولی چون در یک جمع است، چون به تکرار مورد بی عاطفگی قرار گرفته، بی مهری شده، برش دوست داشته نشده، حمایت نشده و این نشده ها تکرار شده، حالا فکر میکنه که پدر خوب نیست، مادر خوب نیست، نمیتونه اولادای خود و فرزندان خود درست پرورش بده، درست از مسئولیتشان خوب، مناسب و سالم بداره. حس میکنه که ما پدر خوب نیستیم، حس میکنه که ما مادر خوب نیستیم. چرا؟ چون از بس برشان بیمیلی شده، از بس مورد ظلم و شتم و خشونت و سردی و بی‌عاطفگی قرار گرفته، از بس که تنها گذاشته شده، از بس که خالی مانده، از بس که به ارمان یک کلمه خوش و یک حرف خوش مانده، حالا این اعتماد به نفس نداره که یک پدر خوب و یا مادر خوب شاید شود. پیامد آخری که میشه برش اشاره کرد از نظر روانشناختی، مستعد شدن به اختلالات روانی، به خصوص افسردگی و اضطراب است. متاسفانه چه چیز سبب میشه که خستگی عاطفی تشدید پیدا بکنه؟ چه چیز سبب میشه که خستگی عاطفی بیشتر شود؟ اولین مورد را که میشه اشاره کرد درگیری ها و اولین مورد را که میشه برش اشاره کرد درگیری و سکوت های طولانی بین خانم و شوهر است. در خانواده جنگ، نزاع، کشمکش، بی‌عدالتی رخ میده و یک زن و شوهر هم در این خانه زندگی میکنه و یک خانواده کلان است، اما همسر از این همسر حمایت نمیکنه و این عدم حمایت و درگیری ها روزانه جریان هم داره، روزانه رنگ و رخ پیدا میکنه. ولی همسری که به خصوص خانمی که در این خانواده زندگی میکنه همیشه تنها و همیشه بی‌دفاع و همیشه به اصطلاح هنوز ملامت و هنوز در ندامت قرار میگیره. متاسفانه دومین موردی که این خستگی ها را شدت میده تقسیم وظایف به شکل ناعادلانه است یا کار زیاد در خانواده است. معمولا در خانواده ها تعداد زیادی از افراد و اشخاص کار میکنه، ولی این وظایفی که در خانواده یا تقسیم وظایفی که در خانواده باید به شکلی که صورت بگیره، به شکلی که تقسیم شود، متاسفانه در بین اعضا درست تقسیم نمیشه. در افغانستان معمولا مردها در خانه و درون خانه سهم نمیگیره، کار نمیکنه. اگر وظیفه بیرون از خانه داره یا نداره، در خانواده زیاد سهم نمیگیره. من نمیگم که بیشتر و اکثرا این کارا نمیکنه، اصلا افراد و اشخاصی که کمک میکنه به خانوادهشان، ولی فرهنگ غالبی است که مردان معمولا در خانواده ها زیاد حامی همسرانشان نیست. تا یک قسمتی مسئله است، تا قسمت دیگه که بعد بس به خشوع و کلان و بزرگ خانواده میرسه، معمولا خشوعها توسط همسرانشان یا خسرها این وظایف درست تقسیم نمیکنه. این سهم بیشتر وقتی که در این خانواده دخترها و عروسا باشن، معمولا
دخترهای وظایف را و نقش را به دوش نمیکشه. معمول عروسا باید فشار و این کار را به دوش بکشه. و امثال و مواردی است که در خانواده ها است و این خستگی عاطفی را در زنان، در همسران، در خانواده ها بیشتر تشدید میکنه. عامل سومی را که میشه برش اشاره کرد، بی‌توجهی به نیازهای عاطفی همسر است. در خانواده های بزرگ با خصوص جمعی وکلان و گسترده در افغانستان، معمولا وقتی که یک عروس به زندگی مشترک می و یا خانواده شکل میته، معمولا حمایت کمتر دریافت میکنه و نقش در کار، وظایف جدید، توقعات بیش از حد با خصوص به عنوان یک عروس زیاد میشه برش و معمول در خانواده های بزرگ مردها آنچنانی که زنها نیاز داره به نیازهای عاطفیشان رسیدگی نمیتونه. این مسئله کمی فرهنگی، کمی اجتماعی و کمی هم خانوادگی است. یعنی از نظر خانواده افغان، اجتماع و فرهنگ افغانی بد است، زشت است که مردی در یک خانواده بزرگ و کلان به همسرش حمایت بکنه، همدلی کنه، یاری کنه، کمک بکنه، معاشقه بکنه، به نیازهای عاطفیش رسیدگی کنه. منظور برش گوش بگیره، همدلی بکنه، صحبت بکنه، وقت بده، تشویق بکنه. این موارد متاسفانه در خانواده‌های بزرگ کمتر برش رسیدگی میشه و این سبب شده که خستگی عاطفی در افراد شدت پیدا بکنه و بیشتر خسته شود. چهارم هم نبود یا کمبود زمان برای استراحت شخصی است. ما عروسای زیاد در مراجعه داشتم از ولایات، از ساحات دور افغانستان که به جلسات حضور یافته و با من میگه که استاد ما که صبح 6 بجه بیدار میشیم تا 8 شب کار میکنیم. ما که صبح 5 بجه بیدار میشیم تا 9 بجه شب کار میکنیم. ما که صبح 8 بجه بیدار میشیم تا 4 بجه دیگر متواتر در کار و وظیفه هستیم و مصروف هستیم و کار میکنیم. این قسم عروس ها، این قسم داماد ها، در این قسم خانواده ها معمولا به نیازهای عاطفی همدیگر رسیدگی نمیتونن. ما همین هفته گذشته یکی از مراجعان را به همکارم معرفی کردم که یک عروس 17 ساله بود و این عروس اول یکی از خانواده ها در یکی از ولایت بود و این از بس که زیر فشار بود، از بس که کار سرش زیاد بود، از بس که مصروفیت سرش زیاد بود و حملم داشت، زندگی زناشوییش یادش رفته بود. بسیار کم وقت از ازدواجش و عروسیش میشد، چند ماه میشد که ازدواج کرده بود، ولی هیچ تجربه نکرده بود روزای نخستین ازدواج خود، هیچ و یا بگویم کمتر همسر خود میدید، کمتر با همسر خود روبرو میشد و زمانی هم که از کار زیاد یا از مقایسه کردنهای خوشویش با عروسای که بعد ازی آمده بود یا هم وقت که هم زمان عروسی کرده بود، یک ازدواج به اصطلاح یک محفل عروسی مشترک برگزار کرده بود که 3-4 پسری خانه ازدواج کرده بود و این عروس پسر بزرگش بود، یعنی عروس اول خانواده بود. از بس که فشار زیاد بود، از بس که مورد مقایسه قرار می گرفت، حتی از نظر وزن و چاقی مورد مقایسه قرار می گرفت که تو چرا لاغر هستی و چاق است. این مظلوم و این عروس بیچاره دچار بیماری ها و اختلالات گوناگونی روانی شده بود و ما همسرش را دعوت کردیم به جلسات و صرف ازش خواستیم که حمایت عاطفی بکنه، صرف ازش خواستیم که برش گوش بگیره، شب وقت بده برش، صرف حمایتش کنه، صرف شبانه همدلی کنه از زنش. اینمی هم میتونست یک غنیمت باشه و یک کمک به عروس باشه. در طور یک موقع وقتی همسر به همسر دیگه وقت نده و یا زمان شخصی به هم دیگر نداشته باشه، این عروس ها در آینده ما و راضی که دچار فرسودگی عاطفی، خستگی عاطفی میشه، اختلالات گوناگونی به سراغشان میاد متاسفانه. که در این صورت ما نه از این عروس و نه هم از اولادش و نه هم از این زناشویی خیرخواه دیدیم. پنجمین عاملی که به فرسودگی یا خستگی عاطفی
شدت میده و میشه از روی نام برد مشکلات مالی است. همسرانی که بیشتر مورد مقایسه قرار میگیره، مورد قضاوت قرار میگیره، به خصوص مردها توسط زنانشان دچار فرسودگی عاطفی میشه. یعنی همواره مورد مقایسه قرار میگیره که کار نداری، وظیفه نداری، درآمد نداری، چرا بیکار ششتی، چرا در خانه ششتی، چرا مثل دیگران نیستی. این آرام آرام اونمو عاطفه و رابطه عاطفی که با همسرش داره را آرام آرام متاسفانه از دست میده و این خستگی عاطفی رو بیشتر تشدید میکنه. ششمین عامل رو که میشه اشاره کرد انتظارات غیر واقع بینانه و بیش از حد از همسر است. بعضا متوجه میشه ما در جلسات که زندگی ها بسیار خوب است، حمایت عاطفی خوب است، روزگار خوب میچله، به اصطلاح خانواده هم خوب است، اقتصادم خوب است، خسر و خشوع هم مثل پدر و مادر است، بقیه اعضای خانواده هم حامی است. اما عروس یا داماد از همسرش توقعات بیش از حد داره، انتظارات بیش از حد داره. اینمی انتظارات بیش از حد، توقعات بیش از حد و این ذهنیت یا تصورم که ما باید به این برسیم، به او برسیم، میره به دست بیاریم، او را به دست بیاریم، هم آرام آرام فرد را به خستگی میبره و ای که تکرار شوه فرد خسته میشه و حسی را که قبلا نسبت به همسر داشت یا قبلا دوست داشت یا محبت داشت، عشق داشت، آرام آرام خستگی میه و این خستگی را ما خستگی عاطفی مینامیم و این مواردی که برش اشاره کردم این خستگی را بیشتر تشدید میکنه، زیادتر میکنه و بیشتر میسازش. یک مورد اجازه بدین اشاره بکنم که بعضا خستگی عاطفی با بعض اختلافات و یا اختلالات به اشتباه گرفته نشه. ما بعضا خستگی عاطفی را با اختلالات، بعض مشکلات جسمی و بعض موضوعات دیگه زناشویی به اشتباه میگیریم. در افسردگی معمولا غم و نبود انگیزه به شکل عمومی وجود داره، یعنی نسبت به همه چیز ما به انگیزه میشیم. اما در خستگی عاطفی ما صرف از نظر عاطفی خسته میشیم، به بقیه امور خود میرسیم. دوم خستگی جسمی است که ما بعضا با خستگی عاطفی یا فرسودگی عاطفی او را به اشتباه میگیریم. در خستگی جسمی ما انرژی نداریم، یعنی به انرژی هستیم، اما انرژی و توانی را که باید کار انجام بدیم نداریم. اما در فرسودگی یا خستگی عاطفی ما انرژی داریم ولی نمیخوایم. یک مورد دیگه هم که شاید با خستگی عاطفی معمولا او را به اشتباه بگیریم او تعارض زناشویی است. در تعارض و کنفلیکتی که بین خانم شوهر ایجاد میشه معمولا ما تفاوت و اختلاف دیدگاه داریم، یعنی ای که ما متواتر به شکل تکرار و مکرر با همسر ما در مورد یا موارد اختلاف نظر داریم و این فرق میکنه نظر بی که ما دچار خستگی عاطفی باشیم. خستگی عاطفی یعنی که ما هیچ میل و هیچ رغبت به موارد عاطفی پیدا نمیکنیم. اما در تعارض ما روی بعض مسائل اختلاف نظر داریم ولی به بقیه موارد زندگی خود میرسیم. چند مورد در خستگی عاطفی بسیار خطرناک است و هوشداری است که من فکر میکنم باید برش توجه داشته باشیم و زیاد احتیاط کنیم. کتو اول بی‌تفاوتی نسبت به احساسات همسر و فرزنده است. اگر روزی دیدین که نسبت به همسر و اولادها بی‌تفاوت شدین، هیچ دقیقش به اصطلاح عام نیستین، هیچ برتان ارزش نداره، این خستگی عاطفی هشدار دهنده است و باید جدی بگیرینش. دو، اگر دیدین که کم حرف شدین، همیشه و در هر مورد سکوت میکنین، متوجه باشین که این سکوت و کم حرف شدن شما میتونه برای صحت و سلامتی، به خصوص صحت و سلامتی روانیتان مضر باشه، علل خصوص به این سکوت و خاموشی در خانه. سومم احساس خستگی در محبت کردن، عشق ورزیدن است. اگر روز متوجه شدین که دوست داشتن، عشق ورزیدن، محبت به خصوص نسبت به همسر براتان ملال آور است، ناراحت کننده است، اذیت میشین، بد میبرین، حس بد پیدا میکنه براتان، ناراحت میشین،
به یک شکل کرک میکنین یا اذیت کننده است، این نشانه خستگی عاطفی خطرناک است و باید جدی بگیرینش. اگر دیدین که روز به حد رسیدین که اصلا نمیخواستین گپ بزنین، هیچ انرژی و به اصطلاح عام که هیچ حوصله‌ای را نداشتین که با همسرتون صحبت بکنین و یا اصلا نمیخواین صحبت بکنین، اصلا نمیخواین، اصلا فکر میکنین که نتیجه نداره، هیچ به نتیجه نمیرسین، هیچ کمک نمیکنه براتون، حتی به مشاوره نمیرین، نزد روانشناس نمیرین، هیچ چیزی هم کمک نمیکنه، هیچ چیزی هم به در نمیخوره، هیچ چیزی هم تغییر نمیاره. این نشانه خستگی عاطفی یک نشانه خطرناک است و باید جدی بگیرینش. اگر دیدین که کم کم پرخاشگر شدین، بی‌حوصله شدین و اخیراً زیاد گریه میکنین و زود به گریه میرین و بعضا در تنهایی به گریه میرین، به ساعتها گریه میکنین و گریانتان زیاد شده، این هم یکی از نشانه های خستگی عاطفی است که باید جدی گرفته شود. اگر متوجه شدین که میل دارین به اینکه تنها بمانین، فاصله بگیرین از اعضای خانواده، میل و رغبت به روابط اجتماعی ندارین، دوست ندارین با دیگران بمانین یا باشین و یا مراوده کنین، تعامل اجتماعی داشته باشین و این دلیلش هم نمیفهمین، اینا همه نشانه های بسیار جدی است، بسیار خطرناک است و هشدار دهنده است. اگر عزیز و یا شما دچار این نشانه ها هستین و یا با یک وضعیت روبرو هستین در زندگی زناشوییتان و یا خانوادهتان، ما پیشنهاد میکنم که کمک بخواین و این وضعیت را زود حل کنین و یا اگر مشکل دارین در کمک خواستن یا امکاناتش ندارین یا در وضعیت نیستین کمک بخواین، در آخرین قسمت پادکست حتما به راهکارها میپردازیم. میریم به راه حل. هرچند فرسودگی، خستگی عاطفی، تعارضات زناشویی و خانوادگی بعضا ضمیمه بعض اختلالات بسیار پیچیده است و به بررسی دقیقتر و مداخله جدیتر و دقیقتر روانشناس نیاز است، اما میشه چند پیشنهاد را ارائه کرد که من فکر میکنم کمک میکنه و ما وقتی با مراجعان کار کردیم و به شکل عمومی میشه بر شما هم کمک بکنه اشاره کرد. اولین پیشنهاد را که میشه داد تقسیم وظایف به شکل عادلانه است. هر عزیزی که امیل ازم میشنوه، هر او خانواده و عزیزی که صحبتهای ما را میشنوه، پیشنهاد میکنم برش که در خانه خود وظایف را، کار را و هر او ماموریت، واجبه و مکلفیتی که است را عادلانه تقسیم بکنه. حتی اگری اعضای خانواده خواهر و برادر ما هم باشه، اگر خود اونا هم ای بار را به دوش میکشه، خود اونا هم به میل خود ای کار را بیشتر به دوش میگیره، کار بیشتر را برش ندین. تقسیم را همیشه در خانه و اعضای خانواده بین افراد و اشخاص که در خانه هست عادلانه تقسیم بکنین. این کارها ممکن امروز از روی احساسات، از روی قربانی، از روی یک ای که خود ثابت بکنه، از روی یک کمبود روانی یا هر موردی که این وظیفه امروز به دوش گرفته میشه یا ما به دوشش میتیم، ای آرام آرام میتونه برای فرد آرامش از بین ببره و مشکلات گوناگونی را برش پیدا کنه، علل خصوص خستگی عاطفی. دوم، زمان دو نفره برای همسران بدون حضور کودک، بدون حضور مزاحم، بدون دیدن تلویزیون، بدون صرف کردن غذا و امثال موارد است. اگر دو عضو که همسر است در خانواده نسبت به هم وقت نگذاره، به یک دیگه وقت نته، وقت را نسبت به هم و با هم سپری نکنه، ممکن این خستگی ایجاد شود و بیشتر شود. ولی اگر وقت بته بدون حضور کودک، فقط خانم و شوهر این میتونه که از فرسودگی عاطفی ما را بیرون بکشه، ما را به یک بازسازی عاطفی ببره، بازسازی شناختی ببره، حس خوب بر ما بده، حس امنیت و اعتماد به نفس با ما رخ بده و ما بیشتر در رابطه خود گرمتر و شیرینتر شویم و این ما را از خستگی نجات خواهد داد. پیشنهاد سومی را که میشه ارائه کرد او
ابراز احساسات بدون ترس از قضاوت است. اگر خانم، شوهر، فرد، عضو، شخص، برادر بزرگ، خواهر بزرگ یا هر کس دیگه این لحظه صحبت مرا میشنوه و در خانواده مورد سوء استفاده قرار میگیره، قربانی میته یا از نظر عاطفی فرسوده و خسته شده، هیچ کسی او را از نظر عاطفی حمایت نمیکنه، دوستش نداره، احساسات خود بدون ای که بترسه قضاوت‌ها ابراز کنه. با مادر خود بگوید که مادر من این رقم یک حس دارم. با همسر خود بگوید که من فکر میکنم که یک برده، یک غلام و یک صفاکاری خانه هستم، نه عضوی خانواده، نه عروسی خانواده. اینو برش بگوید تا طرف بفهمه. اگر میفهمه که متوجه شوه، اگر نمیفهمه که بفهمه. چهارمین مورد که میشه از یاد کرد رسیدگی به خود یا مراقبت از خود و استراحت است. عزیزانی که بیرون از خانه کار میکنه، در درون خانه کار میکنه، بسیار مصروف است، بسیار مشغول است، به حد در زندگی خود غرق شده که نیازهای عاطفیشان را فراموش کرده، خواهش ما و پیشنهاد ما برای اونایی است که به خود برسه، از خود مراقبت کنه و بسیار راحت انرژی خود را باز بگردانه تا با این انرژی دوباره به زندگی و زناشویی و خانواده خود و آنچه که نسبت به خانواده و نسبت به خود با خصوص از نظر عاطفی نیاز داره برسه. پیشنهاد آخری و پنجمم که میشه داد، گرفتن مشاوره و حمایت از بزرگ خانواده، از همسر و یا شخص و فردی که در حوزه مسلکی و متخصص است. این عیب نداره. در بسا موارد اگر فردی به حد خسته شده که فکر میکنه که هیچ چیز به دردش نمیخوره، هیچ کسی هم کمکش نمیکنه، هیچ کسی هم کمکش نمیتونه، مشاوره و بازسازی شناختی، بررسی ذهن، گرایش ها، تعارض ها، نارامی ها، ناراحتی ها، بعضن اختلالات و مشکلات روانی اگر توسط یک فرد متخصص به بررسی گرفته شود، ای برش راهکار جستجو شود و به فرد کمک شود، مشکل حل میکنه و از فرسودگی هم به یک شکل از اشکال فرد و یا بگویم که ما اگر بخوایم اقدام بکنیم نجات پیدا میکنیم. پیام میره که از این بحث و پادکست میتونم براتون داشته باشم دوستان عزیز. اولیش است که هیچ محبت یک طرفه دوام نمیره. اگر ما واقعا دوام میخوایم، بنیاد خانواده را محکم و مستحکم میخوایم، این رابطه و عاطفه باید دو طرفه شود. اگر احساس خستگی میکنین، به جای سکوت بهترین گزینه صحبت کردن است. والدین باید یاد بگیره و بفهمه که حمایت عاطفی جزء از وظایفشان است و در رشد کودکانشان و فرزندانشان بیش از حد میتونه کمک بکنه. گاهی یک گفتگوی صادقانه 1000 مرتبه از سکوت کرده شفا بخشتر است. تشکر.